Здесь каждая женщина, которая пришла с такой огромной болью. اینجا هر یک زن با یک دردی بزرگ خود می آید. ما نمیتوانیم این را به همه آشکار گوییم. اینجا شرق است و شهر ما هم اونقدر کلان نیست. И что мы живем на востоке. فیروزه ناصیرова درباره اولین لایحه غیر تجارتی خود با نام منی دیگر با احساس و با احتیاط صحبت میکند. اینجا زنان جمع آمدند که در زندگی یگان مشکل و فاجعه را از سر گذرانیدند. از زندگی دلسرد شدند. Это страшно, когда ты не понимаешь, зачем ты еще остаешься на земле. این دهشت است. وقتی نمیفهمی که تو چرا هنوز در روی زمینی. هرچند دل میگوید تو حالا کارهای زیادی کرده میتوانی، ولی نیرو نیست. У тебя есть сердце. Несмотря на то, что у меня семья. نوابسته به اون که اویلا شوهر فرزند و نبیره دارم من زندگی نمی کردم. مثل یک ربات بودم. میدونستم که باید شب از خواب خیزم یگان کار خانه کنم ولی این همه از قلب نبود. По дому что-то сделать. Но это делалось без души. زنان با امیدی رها شدن از مشکل و افسرده حالی و به خاطر درک خوشبختی به این لایحه آمدند. У каждого из нас есть, наверное, два крыла. شاید هر یک زن دارای دو بال باشد و زنانی که عادتاً در لایحه ما انتخاب می شوند این بالهایشان بسته است. ما به آنها کمک می کنیم که دوباره بالهایشان کشاده شوند و پرواز کنند. ما اول قلب او را می کوبیم، طبابت می کنیم، بعد این همه را توسط ورزش بیرون می آوریم. بعداً به نمود ظاهری او توجه میکنیم. مؤلفان لایحه برای تغییر دادن نگاه زنان به زندگی 4.5 ماه وقت دارند. کار با روانشناس، آرایشگر و طراح، رقص و ورزش و صحبت‌های آزاد با همدردان خود از راه‌هایی هستند که برای درک خوشبختی به یک زن استفاده می‌شود. Я вообще веселый человек, оптимистичный, я не могла улыбаться. من اصلا آدم خوشبین بودم، ولی در یک مدت حتی تبسم کرده نمیتوانستم. امیدوارم به نزدیکی خنده مرا میبینید. من به زنانی که حالا خود را گم کردند گفتنی هستم که ناامید نشوند. آنها حتما برای کسی خیلی ارزشمندند. Это все чудо для меня. Это все чудо. پس از فوت پسر کلانی و بیماری فرزند دیگر زندگی برای زمیره بی‌معنا شد. لایحه برای زمیره یک تکانی بود و او را از خواب طولانی بیدار کرد. من از مبارزه با درد و احساس خود مانده شدم. وقتی فهمیدم که دیگر نیروی برای پیش رفتن ندارم با این لایحه آمدم. مؤلفان لایحه بر این باورند که مشکل اصلی زنان تاجیک در خود پنهان داشتن مشکل است. مشکلی اصلی ما زنان خاموشیمان است. مشکلی اصلی ما زنان پوشیده بودنمان است. ما بیشتر خاموشی را اختیار میکنیم. از بیان مشکل خود میترسیم. وقتی زن میگوید او از شوهرش جدا میشود، همه میگویند حتما خودش گناهکار است. سزایش همین است و زن در این حالت چیکار میکند؟ البته مشکل را در خود پنهان میکند. زن میترسد بگوید که او فقط دوست داشتن میخواهد. سر هر قدم این مشکل جای دارد. پس از 2 سال کار با زنان در این لایحه مؤلفان منی دیگر به این خلاصه آمدند که تلاش‌هایشان بیهوده نیست. ما نتیجه های خوب داریم. حالا یک اشتراکچی 30 ساله ما اویله دار می شود. او از ناحیه است و خانواده‌اش همیشه او را برای پیر دختر بودن تنه می کنند. حالا در چشم او یک شعله می درخشد. او اکنون به عشق خود می رسد و به آلمان می رود. یک زنی هم داریم که با شوهرش آرزو داشت خانه بنیاد کند. ناگهان شوهرش درگذشت و آرزویش عملی نشده ماند. او باور نداشت که به تنهایی میتواند خانه آرزوهایش را بنیاد کند. اما در آخر لایحه به ساختمان خانه‌اش شروع کرد. آنها وجود این لایحه را در تاجیکستان حالا مهم می‌دانند. همه این فقط به خاطر است که یک روز وقتی تصادفاً یا مخصوص در کوچه بینیم، در چشمان وی خوشبختی را ببینیم.